سردارم چی شد؟ جواب تشخیص چیست؟ کالتاکیلس از خیر نه؟ رفته دستگیرش کنم؟ با این باور نمیکنم، اما تشخیص های کالتاکیلس و احمد شمشک یک خیله بر اومدن. چی خیلی یک بر اومده است؟ این چی خیلی می شود سردارم؟ کالتاکیلس و احمد شمشک برادر دوگانیکند. استاد ضرب یکدیگر دارد با خدا. استادی قهرمانم. بیا رویم سلین. اکنون پراکنده شوید. سلین دلم شرد ایستاده است. بیا رفتیم. باوری دارید که خانه اوست؟ بله اکا، اما پلیس ها پاسبانی میکنند. پلیس گفتی؟ باز کدام شیطان از این کالتاکیلس انتقام میگیرد؟ به فکرم پلیس های نظارتی هستند. با پلیس جنگ کردن نمیخواهم. دیگر خیلی حل میکنیم. سنایپرها رو در حال جغزن. فهمو سردار. استاد پروا نکنید، ما با معلم میجان چیز نمیگویم، یعنی از حال عاشقان با خبریم. بله استاد، از حال عاشقان با خبر. اینجا همه عاشق هستن استاد. پسرم کفایه، دیگر کار ندارید، پگاه درس است روید. شب بخیر استاد. شام بخیر. تو پگاه استادم. تا دیدار خدا با شام بخیر گفته، حالا هم در اینجا ایستادن. خیر استاد، خیر. تا پگاه. با یک دیگر چه خیلی موافقانه. البته استاد دین رو ببینید، استاد دین رو. جواب مشت رو میدهی، باز ما میخوریم با تو. هر وقت که مشت خوردن خواهی بیا، من آمادم. میبینیم. باز کن باز جانجان میشه. میبینیم. صبحان تا پگاه شب بخیر. شب خوش. رفتیم از اینجا. آجینا آی باز. تا بازید. شب خیر. از کجا پیدا شدن؟ این خیلی امکان است. مگر من این رو نمیدونم؟ انیق این نقشه نوی کالتاکیلس است. سردارم نتیجه لابراتوار برآمد، آنها دوگانیک بودن. آخر مایلش پسرم شد، آنها دوگانیکن، اما آنه که مرده است احمد شمشک از کالتاکیلس زنده است. لوینت کالتاکیلس زنده است پسرم، میفهمی؟ البته پسرم کالتاکیلس زنده است، با جای برادرش بازی دارد. البته از امنیت جفشان دزدیده زنده ماند کالتاکیلس بیشرف. یا خدا. اینطور که باشد من تو را به خانه‌تان برم.
من دیگر اصلا با اون خانه بر نمیگردم. خانه من خانه توست. آخر ملیس احمد من در خانه تو بودن میخواهم. نزدی تو بودن میخواهم. ملیس با من بودن نمیتوانی. این درست نیست. چرا؟ من تنها زندگی میکنم. چخیل با من میمانی؟ چخیل نادرست است. چخیل مانده نمیتوانم. اگر کسی بیند چی میگوید؟ نکنی خیل قربانت شوند. مردم چی میگویند؟ نابودی مردم. انیقترش زهرا چی میگوید؟ چخیل مردم هر چی میگفته است. ماشین رو دار من میفرایم. دار گفتم. ماشین رو دار میگویم. تو چیکار داری تو؟ ماشین رو دار با تو میگویم. محمد ملیس خواهش بیعقلی میکنم نکن. دار ماشین رو. یخ صدمه من از میکنی. تو خواهش کردم که اومده مرا نجات ده. چرا نجاتم دادی؟ ماشین رو دار میگویم. ملیس نکن. نمیفهمی. تمام. لطفا آرام شو. خانه من میرویم. در خانه من میستیم. من میهمون رو از خانه بیرون نمی کنم. این چه خیلی دختر است. ترسیدم راستی. مثل گربه آرام می نماید و یکی عصبی شده مثل پلنگ نعره زده تغییر می آباد. این دختر مرا ترساند به خدا. سردارم اما کلتکیلا تو چخیل دستگیر میکنیم ها؟ چخیل؟ یعنی احمد شمشک نبودن را اثبات کردن غیر امکان است از جهت طبی. شما مقابل علم گپ زده استودین رفیق سردارم. تو دفشو با همین علمت بسواد جنایت کرد دستگیرش میکنم. مالش یک رفت تو جنایت نکنه چی؟ لوینت درباره کالتاکیلاس گپ زده سودین. جنایت نکرده آرام میستد. مثل هوا در اطرافش میشوم. از چشمم دور نمیکنم. در بالای جنایتش دستگیر میکنم. شیر به ماشین میرویم. به خدا قسم همه بنزین حکومت ما بهوده مصرف کرده شد. اینقدر بسیار ملکی. اوف اولاله. تمام شدی زیو. برای من تمام شدی. زهرا جان گفتی پروا ندارم و چی شد آخیر؟ من پروا ندارم سیلین. مگر ندیده ایستاده ای؟ البته. یعنی باور نمی کنی؟ همین خیر. نبین جانی من چی شده؟ این استو دیدین و اخلاقی ما احمد شمشک نیست؟ کی گفتی؟ احمد شمشک گفتی؟ بله. همین؟ حتی دوست داشته اپای میلیس است. پیشتر یک جای بودن. به خونه استاد احمد رفتن. یک لحظه. تو از کجا میدونی که پیشتر یک جای بودن؟ ما با رفیقانمون آنجا بودیم. یک لحظه. به خونهش رفت. بله. انیق است؟ درست فکر کن. خواهید دید شما. زهرا چی کار میکنی؟ زهرا با کجا میروی؟ آفرین به تو. ملیس قول ده که دیگر این خیل نمی کنی. قول میدیم احمد. ترسیدی که به من چیزی میشد ها؟ یا خدایا البته ترسیدم. من به تو خودم را بسیار بیچاره و غمگین حس کردم احمد. مرا از دل دور کنی یک نفس دیگر زندگی کردن نمیخواهم. ملیس جان دیوانه هستی اما من نمیخواهم که به تو چیزی شود آخر. اوف.
است. انتظار فرمانت هستیم. تمام. با دقت باشید. این آدم با عزرائیل بازی دارد. پروا نکنید سردار. سلام جناب احمد. موافق عرضه پیشنهاد کرده اتون برای شما از امنیت محافظ داده شد. چی؟ محافظ گفتی؟ هدفدار زیر نشان است. تمام. کارش را تمام کن. اکنون فهمیدم. از پشت سقراط به امنیت رفتم محافظ خواسته بودم. من دیوانم مگر؟ آنها را از اینجا در حال گسیل کردن لازم، چون که به نزد خواهرم و زهره رفته نمیتوانم. تمام میفهمم اما وای لازم نشد دیگر، من خودم حل میکنم. سلامت باشد رحمت. این خیلی باشد به امنیت رفته بیانات نویسید تا فرمان نه ما وظیفه همان را اجرا میکنیم. تمام جناب رحمت. تشکر زیاد. شب بخیر. شب بخیر. جانم چرا نخواستی که پلیس ها تو رو محافظت کنند آخر؟ من خودم نزدیکانم را محافظت میکنم. اکنون دوباره حافظم برگشت. اکنون لازم نیست. اکنون به خانه امون میدرویم. به خانه امون؟ رفتیم. مرحمت. اکا کلتا کلاس رو نپرانیده سنایپریز رو پراندند. کی پراند؟ کلتا کلاس را کی محافظت میکند؟ وای من لباسم رو عوض کنم. مایلش. جانم اینها رو باز درزمال کرده؟ شب پوش البته. درزمال کردن رو دوست میدارم جانم، برای همین مثل که برای تو درزمال کردم. بسیار مهربان هستی. نمیشینیم مگر؟ عجب زیباست اگر مرا دوست داشتنش رو گوید، اما حاضر انیک زهره رو فکر کرده ایستاده است. عجب و چیکار کنم؟ تکرارا حافظه‌اش را از دست میداد. با دختر صحبت کنم چی؟ یا اینکه به سرش به یگان چیز زنم؟ چرا خیلی نگاه میکنی؟ چه خیلی نگاه دارم؟ یا خدایا به سرش زدنم رو فهمید چی میدونم. عجب نگاهی کردی. ای نه وای من حالا نمیدونم که چی طور نگاه کنم به تو. شرم دارم. من هم کمی پریشان فکر میکنم خستم. رفته دوش گیرم شاید به خدایا میشود. به من چی طور نگاه کردن رو حالا نمیدونسته است. چی خیلی نگاه کردم. ای جانم چه خیلی به سری تو زنم. دلم نمی شود. چی کار کنم عجبا. شرمنده ها در رو کشایید. میدانم در خانه هست. زود در رو کشایید میگویم.
چیکار میکنی اینجا؟ در اصل تو چیکار میکنی در اینجا شرمنده؟ این رو ببین باز با ته پوشک میگردد رسیل. با تو چی؟ با تو رابطه ای ندارد. دفشم دیوانه گم شو از اینجا. شدر سیاه شما را شرمنده میکنم در نزد همه شرمنده ها لعنتی ها. گم شو گفتم. چیکار میکنی؟ دفشم از اینجا خیانت کار لعنتی. یا توبه، این صدای چی است؟ گلدانی دوست داشته احمدم بود. آفرین. کدام گلدان را دوست میدارد میدانی؟ ولی شرم نمیکنی. آفرین. مرا گوش کن زهرا، اگر خواهی خودت را شرمنده نکنی رو از اینجا. دفشو رو. مرا گوش کن میلیس، مرا دیوانه نکن. زود بگو زیا در کجاست؟ اینجا زیا کس گفتنی نیست. همین خیل جان. همین خیل جانم. ای خدای توبه، اگر زیا را احمد گفته صدا کنی احمد میشود مگر؟ تو کی زنی با آرو با ناموس میشوی ها؟ تو خودت با کدام آرو ناموس داری منو دوست داشتم رو گفته در اومدی ها؟ اینجا دری تو است؟ خوب که پشتی در نکردی. تو چه خیلی آدمی پسته هستی که از گم کردنی حافظه زیا استفاده برده او را به خود کشیدی. من او را همچون احمد شمشک شناختم. او را همین خیلی دوست داشتم که با کسی دیگر نمیدیم. خدا مبارک گردانت جانم. آمین. با یک دیگرتون موافق هستید. بین هم با تو بر این آدمی پس من کار ندارم. من نفهمیدم تو رو. تو از رشک زیاد کفیده ایستاده ای. باور کن با جای تو بودن نمیخواهم. چرا رشک کنم؟ نمیدونم. بین هم زهرا؟ حیف بطن دوملاسیا. شرم نکرده روی برایم باز با شب پوشک میبری ها؟ از برای خدا زهرا توف نکن، همش را میفهمونم. شرمنده چی رو میفهمونی؟ چی رو میفهمونی؟ همه چیز عیان است. شرمنده؟ زهرا چیزی که میبینی این طور نیست. من همش را به تو میفهمونم. ها؟ هیچ چیز رو نفهمون. فهمیدی؟ حیف به تو. زهرا پسم نیو. این حال را ببینه. یک تشکیلات کپ کلان کلتکیلت رو محافظت دارد. باورم نمیآید. برای این باز محافظ دادند. آردن هم مداده نشد. ناخیر چی خیل نهایم زهرا ایستا. مگر این زهرا نیست؟ قسم میخورم همش را میفهمونم. زهرا التماس مرا گوش کن. در تنش پوشک در نظر میلیس. چی رو میفهمونی دیگره؟ داملای ساخته، استادی ساخته، عاشقی ساخته، زندگیت هم ساخته است. خدا جزایت را دهد. زهرا التماس مرا گوش کن. من همش را به تو میفهمم. ما این رو از کی محافظت میکنیم؟ از زنها؟ یکی رو داخل در آورد با شب پوش از پس دیگرش برآمد. چرا محافظ نخواست فهمار شد؟ خواهش میکنم فرصت ده. التماس مرا گوش کن. التماس مرا گوش کن. من همش را به تو میفهمم. گیر دستت رو. از پشت تو همسرم را از دست دادم. تو باشی یک بار دو خواهر عروس مرا از خود کرده. بی شرف بی ناموس. زهرا التماس مرا گوش کن. زهرا 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 استاد چی گپ است هجری؟ استاد یک سوال داشتم خوابم نبرد، سرم رو درد گرفت. پسرم مگر نمیبینی احوالم خوب نیست؟ استاد خودکشی در دینمان گناه بزرگ است کو. هجری من چی میگویم تو چی میگویی؟ یگان وقت دیگر پر سوالات رو احوالم رو نمیبینی؟
استاد من امروز سوال یکم را نمیپرسم، سوال دویم را میپرسم حاضر. استاد یک آدم برای خودکشی برای کپروک براید خود را پرتاید، ولی در نصف پرتافتن در هوا پشیمان شود توبه کند. خدا توبه او را قبول میکند یا نه استاد؟ من چی میدونم پسرم، این بین خدا و بنده است، ما چیزی گفته نمیتوانیم. به من چی؟ یعنی برای خودکشیش با او گناه نمینویسند؟ هجری پسرم، یعنی شاید در چشم بنده ها خودکشی نماید، اما حقیقت و سیر و اسرار را تنها خدا میداند. شاید نزد خدا خودکشی حساب نشود. یعنی آدم در نصف راه رسید که پشیمان شد، آن بین خدا و بنده سیر است. یعنی استاد پشیمانی ندارد عاقبت سود میگویند. این قاعده همه وقت به کار نمیرود هجری. چرا؟ چون که آدم خودکشی کرده از خود را پرتافته به کجا میرود؟ به پایان رفته میرود؟ همین خیلی. ولی در نصف راه پشیمان میشد. کار آمد یا نه؟ نکرد چون که گذشته را. فهمیدی چی میشود پسرم؟ پشیمان شدنی او را تنها خدا خودش میداند. برای همین خدا بخشنده و بزرگ است هجری. همش را به خدا حواله میکنیم، دیگر علاج نداریم. فهمیدم استاد. خدا از شما راضی باشد استاد جانم. از هممون راضی باشد هجری، از همم. کتابخانه هستی استاد؟ ماشاءالله. یا خدایا این کودک این سوالها رو از کجا مییابد نمیفهمم. مرا دیوانه میکند. میلیسا، از پشت تو به چه حال رسیدم؟ این شب پوش رو در حال کشیدن لازم. حال این را ببین. نه این خیلی نمیشد. با میلیس گپ زده او را باید از اینجا گسل کنم، وگرنه با زهرا دیگر ساز نمیگیریم. میلیس در کجا هستی؟ اینجایم جانم. خدایا توبه، از زهرا عصبیت کرد. رفته قهوه تیار کردم. میلیس از برای خدا چه خیل قهوه؟ گرفته نوش، بین چه خیل آروم میشوی. عصبیت را آروم میکند. بگیر. به خدا بسیار آرام شدم. نوش جانت جانم. کاش با شب پشت نزد زهرا نمی برآمدم. دیگر هر چیزی که گویم مرا باور نمی کند. احمد، انیق فکرش در زهرا است. خیالی شده است. زهرا، من به تو چی کار میکنم؟ احمد، زهرا، حاضر تو را با زهرایت. تو چیزی گفتی؟ من چیزی گفتم اگر؟ چیزی نگفتم. مثل که زهرا گفتی. نه این خیلی چیز نگفتم من. با من چی شده است؟ یا اینکه این دختر مرا مسخره میکنه؟ غیر از این چرا زهرا گویم که نامی او را به زبان آوردن نمیخواهم؟ نگفتی. اگر زهرا میگفتی از این مسافه البته میشنیدم. البته. زهرا دخترم، به من نگاه کن. چی شد؟ چرا گریه میکنی؟ بابا جو، زیا برای من مرده است. دخترم، وی بیشرف را پراندم، اما وی حریف کلتکلاس نیست. مثل گربه نو جان دارد. نمیمیرد. جانم خیز جانم، صبحانه آماده شد. چه شد؟ من خواب میبینم اگر؟ خیز جانم که صبحانه اما خنک نشود.
کلتکیلسی بیشرف او در خانه گرم دلخوشی دارن. ما باشیم اینجا در ماشین خوابیم. باز با کی است؟ با میلیس. او کلتکیلسی بیشرف دستگیرت میکنم، حتما دستگیرت میکنم. کیف و صفایت را از بینیت کشیده میبرم. با جنایت دستگیرت میکنم. در روی جنایت خواهی دید. این چی گپ است؟ نیستی دوست دختر اومده در خانه من کتگی دارد، باز صبحانه آماده کرده است. ای دختر به تو میگویم کی میروی ها؟ تخم بریان با لذت شده است. مخکول شد جانکم. نوش جان شود. دیگر هر سحر من برای تو صبحانه آماده میکنم جانک شیرینکی من. ببین باز هر سحر میگوید در اصل کاری بد نیست، ولی زهرا را از دست میدهم. خورده هیچ سیر نمیکنم. شام به خونهشان رفتم. میریس با تپوش بود، زیو باشد با شپوش بود. چی؟ با شپوش؟ با شپوش. زورا جان بخشی ولی این کار تمام شده است. تو چی ها میگوی؟ یعنی چی گویم؟ آدم با شپوش بوده است. جانم لبای شام چی میخواهی که آماده کنم؟ این دختر در فکری رفتن نیست. یکی عادت نکنم با این دختر، یا اینکه الکی عادت کردم. چی با؟ کاری نکن خودت رو زحمت نده. از برای خدا چه خیلی زحمت. این وظیفه هر زن است. نه از راستی دلم چیزی نمیخواهد. میلش تا بازدید. فهمیدم. من اول به امنیت رفته این آدم ها رو آزاد کنم، از پشت من آنجا خوابشون نبرم. بعداً به آفیس میرم. چی کار میکند این دیوانه؟ خوب شد که از این محافظان جانم خلاص شد. با زهرا هم اگر آشتی کنیم کارمان عالی جناب می شود. خب همکاران عزیز، صاحب مکتب ما محترم نجاتی میخواهد که صنف 12 ب را بسته طلبه ها رو به دیگر صنف ها تقسیم کنیم. فکر میکنم جای نافهمی ندارد. همتون میدونید این بیاداب ها آبروی نبوده مکتب را رزاندن به خدا. گوش کنید استاد، این طلبه ها 4 سال میشود که یک جای تحصیل کردن. ما با پدر و مادر آنها چی میگوییم؟ آنها چی فکر میکنند در این حالت؟ شما هم برای همه صنف یک امتحان ترتیب دهید، شاهد گذارید، نتیجه هایش را بیننده اعتراض نکنند. به این هم شما نمیخواهید که این صنف تقسیم شود. بله، گفته های جناب نجاتی را شنیدید. خواهش میکنم امروز تمام سوال ها را با واریانت هایشان پیشنهاد نمایید. اما نگفته نماند که مخصوصا سوال های مشکلی را انتخاب کنید. من یک چیز را نفهمیدم. ما امتحان ها را خطی میگیریم یا تستی میگیریم یا شفایی میگیریم؟ چه خیلی میگیریم امتحان ها را؟ مشکلی در این نیست. ما باید به پدر و مادر آنها فهمونیم این کار را. سوال ها حتما باید دشوار باشند. جنید، اینها چی میگویند؟ نمیدونم. با فکرم صنفمون رو تقسیم کردن. یا رفتیم؟ هیچ گم نخواهر، کافی است.
کفایه. مشکلی نیست. با اجازه شما. اینجا چی کار داری؟ با کدام رویت به اینجا اومدی؟ چیزی را نفهمیده گوش نکرده چرا خلاصه میبرونی؟ اول مرا گوش کن. شپشت رو کشیده ای کو؟ یا خدایا تو هم با شپوشی من چسبیده. چی با شپوش گردم مگر؟ حالا هم شرم نکرده باز شپوش میگویی ها؟ من گفتم مگر؟ تو گفته ایستاده ای. من میگویم کارت نباشد. برآمده رفت. با تو گپ ندارم، نباشد محافظان را جیغ میزنم. یا خدایا جیغ زن؟ فراموش کردی احمد شمشک هستم، یعنی نامم احمد است. خواهی شناسنامه‌ام را نشان میدیم. جناب ببخشید ما حاضی وخوری کاری داریم نمیبینید مگر؟ من حاضر تو را چی میکنی؟ جناب بخشش میپرسم، باورم نمیآید. تو اینجا بیا، اینجا بیا، صحبت میکنیم. ساعته مرو. ای دختر خاطرم رو از دست دادم، چرا باور نمیکنی ها؟ باورت نمیکنم. خاطرت که آید پیش زهرا، خاطرت که رود پیش ملیس میروین. باور نمیکنم. مرا گوش کن، اگر تو خاطرت رو از دست داده باشی من بازیچه دستتو نیستم. چی؟ خدایا بازی خاطره؟ بازی خاطره؟ بازی خاطره؟ تو ازت گذرانده ای دختر. من مردم گفته در حال رفته با کسی خاندار شدی. چقدر زود فراموش کردی مرا ها؟ نمی مردی جانم، مگر وقتی مردنت از من پرسیدی؟ بین این گپ ها را بین. چی گفتن میخوایی؟ من برای تو مردم به وجدان. یعنی فکر کردت مردم؟ یعنی قطاری مرده ها بودم؟ مرده هستی؟ جناب لطفا ما وخوری داریم. بخشش جناب، ولی من کاری تجلی دارم. برای همین با خانم زهرا 2 دقیقه باید گپ زنم. مرا ببخشید لطفا. بچه ها گوش کنید، در خبری بعد. چی؟ دیرکتور با فکرم سینفامان رو تقسیم کرده نیست. چی؟ بله در اتاق معلمان وقتی که صحبت داشتن شنیده. چی خیلی؟ میخواهم با تو همه چیز را فهمونم اما تو گوش نمی کنی. چی رو میفهمونی؟ همه چیز عیان است. چی عیان است زهرا؟ این ملیس دیشب خودکشی میکرد. برای همین اونجا بودم، برای نجات دادن او رفتم. همش همین. خودکشی گفتی؟ بله. دیشب رسمی رومانتیکی گرفته اتون دروغ است مگر؟ چه صورت کدام رسمی رومانتیکی؟ چی ها میگویی تو؟ یک لحظه تو از کجا میدونی؟ در آنجا بودی؟ زیا همه شو با چشمونم دیدم. باز شرم نداشته چی خیل ملیس رو با مهر به آغوش گرفتی ها؟ با کدام مهر در آغوش گرفتم؟ برای نجات دادنش آغوش گرفتم. تمام؟ ای جانم تو روبین گود هستی مگر؟ وظیفه تو بود میگذاشتی یگان کسی دیگر نجات میداد. کی نجات میداد آخه؟ دختر برای من خودکشی میکرده. برای تو خودکشی میکرده است؟ کی میداند کی او را چه خیل فریب داده ای؟ این هم گپ شد. از برای خدا نکن. خاطرم را گم کرده بودم میگویم. دیگر خاطرم نگو. تمام. گوییم که همش رو برای نجات دادنش کردی. به خانه چرا بردی او رو؟ با شرم نکرده برایم با شپوشک برآورد. یا خدایا زهرا شپوش گفته. در نزد مردم شرمنده هم کردی. خاموش است آخر. شرمنده شب از این هم بدتر شب. زهرا از برای خدا کمی با عقلانه فکر کن. فکر کنم. با عقلانه فکر کنم. فکر نمی کنم. با تو گفتم میلیس رو چرا به خانه‌ات بردی؟ من با تو گفته ایستادم. دختر رو نجات دادم. به خانه‌ات رو گفتم نمیروم گفت. ترسیدم که باز دوباره همه کار رو تکرار نکند. همش همین. برای همین به خانه بردم. برای تو اینقدر مهم است. محافظ. یا خدایا محافظ. از برای خدا نکن. از برای خدا کمی صبر کن. چرا گوش نمی کنی ها؟ یا آفرین. یعنی همین خیر. این آدم را به بیرون برارید. نیست جناب لازم نیست. من خودم میبرایم. چه خیلی که خواهی. کارم دشوار است. زهرا خفه شده است. نمیدونم چی کار کنم که اون مرا ببخشد. چه خیلی ها؟ این زنده بود از کو؟
дар ҳақиқат зинда буде ҳа? эвое набошад ман гапро дароз намекунам. мақсадамро мегӯям. бо амри худо ва қавли пайғамбарон хоҳаратро ба занӣ гирифтан мехоҳам. калатро давр назанон, илтимос. оқибати кор ба хайр бошад. язнаҷонат мешавам агар розӣ шавӣ. ҳозир як калат мезанам меморӣ бешараф. бубахшед ҷаноб, ман шуморо мешиносам магар? шӯхиятро як тараф гузор, калтакелас. яъне домуло зедуло. домуло бале бигӯ. تو هم خوشبخت باش، من هم با بیتول جا خوشبخت شویم. به ناموس من خواهرام را به تو میدهم مگر؟ ببخشید جناب، من خواهر و برادر ندارم. معذرت میخواهم، من باید روم. روز بخیر. چیکار نداری ها؟ دومولو کاریم رو ببین. از نزد میلیس برآمده نزد زهرا آمد. کلتکیلس هستی، دستگیرت خواهم کرد. در بالای جنایتی میکردد. زیادالله متهم زنده بود است ها؟ سمی با کلتکیلس چی گپ زدی؟ آکا این کلتکیلس بود یا نبود من نفهمیدم. چی گپ است اینجا ها؟ کلتکیلس بود، کلتکیلس. اگر کلتکیلس می بود من از او خواهرش رو خواستم کو انیق یک کلمه زد یا یک مشت ادر بیخی گوشی یا اینکه شتا، اما خواهر ندارم گفت. 100% او دوگانی که تو را فریب کرده سمی. اصلا سمی تو چه خیلی آدم هستی ها؟ پیسرم دویم یک پرابلم، یک درد داری. تو چه خیلی آدم هستی ها؟ اکندال حاضر این که دوگانی که خیر آه خدایا. استفاده برده به خودت عاشق کردی، برای همین اکم رو از من پنهان کردی ها؟ من به تو گفتنی بودم بیتول، اما به من چیزی نگو. به وجدانت بگو، به وجدانت. فهمو؟ صنفی ما رو میبندن. التماس یگان کار کنه. بچه ها شما چه ها میگوید؟ کی میبستن صنفی ما رو ها؟ یا خدایا. بخیر است جناب دیرکتور. صنفی کی رو تقسیم میکردید شما؟ از کجا مییابید این فکرهای خام را؟ خودت رو دار احمد. این تنها قراری من نیست، این قراری تمامی استادان است. پگاه امتحان است. اگر این طلبه ها امتحان رو سپاریدن نتوانند به دیگر صنف ها میگذرانیم. همش همین. اعتراض نکنید. قرار هم همین خیل بیمعنی میشد. خیر این قرار را یک طرف گذارید. این خیل امتحان میشد مگر اینش رو هم یک سو گذارید. نمیشد که روز امتحان را بر وقت معین میکردید. اگر صنف 12 ب باشد همین خیل میکنیم. دیگر راه نیست. هر چی میخواهید کنید. دشوارترین سوالهایتان را دهید. میبینید که به سوالهایتان چخیل آنها جواب میگویند. انا در همون جزون از سوالهایی که پگاه تقدیر ما رو حل میکند. بچه ها روید درس تیار کرده تیار شوید.
استاد در یک روز چیکار کرده میتوانید؟ چی کاری کرده توانید کنید؟ میفهمید؟ شما آماده شوید چی قدری میتوانید جواب دهید. اما استاد آخرین غیر امکان است. ولی استاد چیکار میکنیم؟ بچه ها شما درس تیار کنید. میلش پایان شب سیاه سفید است. ببینیم چی میشود. اکنون روید. بیاید میرویم. روید. استاد لبه شما دوست داشته پیشینه اپای زهرا هستید؟ زهرا؟ من در خانه زهرا شنلی زندگی میکنم. خواهری سمی استرک هستم. تو خواهری سمی هستی؟ بله. میشناسید او رو؟ نه جانم، از کجا میشناسم؟ وقتای آخر مرا با یک کلتکیلس مانند میکنند. برای همین در یک چند صحبت ها نام این سمی را آنجا بسیار گرفتند و فکرم از آنجا در خاطرم مانده است. نباشد من از کجا میشناسم؟ یا خدا. این خیلی باشد. روزهای خوش. روز خوش. یا خدا یا کار رو ببین. خواهر سمی در این صنف بوده. کلاس تنجیه خود به خود رنگ دیوانو گپ زدیستی؟ خاموش، در کجا بودی؟ گشتی مردم دو چوی کشیده. خاموش باش. سراغه خانه دیرکتر لازم است. از ارخیو از کجا که میابی کافته یافته به من درها پیامک فرست. میلش امروز را بجا میارم کلاس قماندان. عملیات یا؟ عملیات است. توبه کردم. خیر شاکت را. ارخیو اینجا در کجا باشه که؟ صبحان وای برای امتحان یک جای درس تیار میکنیم. چی شد؟ درس تیار کردن نمیخواهی؟ نه یعنی البته که میخوام ولی فهمیدم. شما با ملیکه یک جای درس تیار میکنید. این خیلی باشد خوب. با شما موافقت میخواهم. سینا ایس من خیلی گفتن نمیخواستم. ایس یک لحظه چه خیلی شنیدم با مشتری جنجال کرده ای، رئیس تو رو از کار رونده است، یعنی پیش کرده است. درست است؟ من برای تو بسیار غمگین شدم. میدانی که پدرم طرفخانه دارد، کارگر در کار بوده است، میتواند تو رو به کار گیرد. گرسنه نمیمونی. گم شو از اینجا. در شو حیوان، برای خودت در سر نخور. استاد صبحان طرفی من داد زد. چرا تو اینقدر بچه یک کار پیشنهاد کردم، یگان کاری بزیب نکردم که شما فقط مرا گناهگار میکنید. اوف رفته با میلیس گپ زنم از اینجا رود از اینجا. راه دیگری با زهرا آشتی کردن نیست. کنی رفتی میلیس گپ زدن لازم. خوش اومدی احمد. خوراک آماده است، بیا. از داخل بوی خوش می آید. این بوی آش باشد یا بوی آشپز. اول شکم را سیر کنیم بعد گپ میزنیم. کی لازم با شما؟ نزد خانم سینان اومدم. جیغ میزنه درو. ای سینا بسیار مشغول است. اومده نمیتواند. مشغول است؟ نه من گفتنی بودم که رفته در یگان کافه نشسته برای امتحانی پگاه درس تیار کنیم، ولی مشغول باشد مشکل نیست. روز بخیر. ایستا میویم. ما این دختر رو پیش کردنیم، اما دسترخوان انداختن این دختر رو بینیدن. کاش حافظم بر نمیگشت و با این کیف و صفا کرده میگشتم. من چی کار میکنم؟
пагоҳ аз фани адабиёт аниқ устод муҳаммадӣ дар бораи ишқу ошиқӣ мепурсад. боварӣ дорӣ? ман муаллим муҳаммадиро нағз мешиносам. ӯ мисли устод аҳмад бисёр одами романтикӣ аст. устод аҳмад ва романтика? ба фикри ман ӯ арӯсбоз аст. не, устод булҳавас нест. дар болои бом надидӣ дӯст доштаашро чӣ хел ба оғӯш гирифта? ба хотире ки духтар худашро напартояд ӯро ба оғӯш гирифт. дар оғӯши ту мемирам, дар оғӯше ки... нафаҳмидам. яъне ман дар онҳо ишқи самимиро мебинам. инро бинан. ишқшинос ҳастӣ? аз куҷо фаҳмидӣ? аз чашмонашон. ба якдигар чӣ хел нигоҳ мекардан надидӣ? ҷонон, дар ин вақти шаб ба куҷо? اوه ماشاءالله خانم با کجا رفتنم هم کار دارد. چیزی مهمی نیست. با کارهای مکتب یک رفته می آید. вай, дер намеоӣ? соатҳои чанд бармегардӣ? ساعتش را انه گفته نمی توانم. البته که دیر نمی آیم. вай, дер накун майлаш. бе ту бисёр зиқ мешавам. میلیس جان با تو گپ زدنم لازم. гап мезанем ишқам. عشقم گفت؟ البته من اگر میلیس جان گویم دختر هم به من عشقم میگوید. هنگامی گپ زدن با دقت باش. خیر تا بازدید. гап намезанем асали ширинам. اوه شیرینم. بعدا صحبت میکنیم شیرینم. من چی گفته ایستادم؟ او این خیل گفت من هم زبانم پیچیده گفتم. با خدا زهرا اگر شنود مرا میکشن. شیرینم گفت. این میلیس خونی شیطان دارد مگر من نمیفهمم. دختر را گفته نمیتوانم که از خانه برآمده روم. اما خوراکهایش بالا لذت. از کجا یاد گرفته باشد این خیل خوراک پذیرا؟ خیر یگون خیل کرده حل میکنیم. اول از خانه جناب دیرکتر جوابی آن سوال ها را گیریم، بعدا این کار را دیرتر حل میکنیم. шеф, комиссар инсон доимо аз пасаш аст, раҳояш намекунад, вале дастгирашам намекунад. мисле ки аз паси калтакласнию аз дур муҳофизат мекунад. чиҳо мегӯӣ дӯстам? унал калтакеласро чаро? чӣ хел муҳофизат мекунад? ман ҳам нафаҳмидам сардор. ин калтакелас чӣ хел одам бошад? дар як вақт дӯстонаш душман, душманҳояш дӯст мешаванд. аз пасаш як қатор душманаш аст, аммо ягон дуаш коре намекунад. ва мисли ҷодугарон чашмони душманонашро бастааст. мегӯям шикорчии моро унал накушта бошад. намедонам сардор, ягон далел нест. калтакеласро кӣ муҳофизат мекунад? аз пушташ киҳо ҳаст? ҳамаашро омӯзед. фаҳмо сардор. خیر دیرکتر، خودت کی هستی که صنفی مرا تقسیم میکنیم؟ حاضر من به تو نشان میدم. انا سر شد. من میدونستم نهایت جنایت کردنت رو میدونستم. این بیشرف چی میدوزیده باشد؟ چیزی میدوزد دوست داخلی؟ اوی بیشرف، اما نهایت در بالای جنایت کردن دستگیرت میکنم. دیگر هیچ چیز فایدت نمیکند. اگر خوی احمد شمشک خوی کتکیله است، با کدام شناسنامه‌ای که نباشید تو را به محبس میپرداید. ассалому алайкум устод, як савол дорам. ҳиҷрӣ? устод, ҳазрати азроил алайҳиссалом дар як вақт ҷони чанд одамро чӣ хел мегирад устод? ҳиҷрӣ, ин чӣ хел савол аст? аз пушти саволи ту қариб буд ки ҳазрати азроил ҷони маро низ бигирад. тавба гӯед устод, ин чӣ хел гап аст? агар шумо муред ман саволҳоямро аз кӣ мепурсам устод? писарам, устод мегӯю, аммо дар фикри саволҳои худат ҳастӣ. чӣ гап аст?
اینش باز که باشد؟ نفهمیدم استاد. یگان وقت دیگر میفهمی هجری. به این هم حاضر وقتی فهمیدن نیست. بعداً میفهمی. شب بخیر هجری. استاد جوابی سوالم را ندادید. میگویم که حضرت عزرائیل علیه السلام در یک وقت جان چند نفر رو چخیل میگیرد، این رو گوید؟ هجری بین، انسان ها در یک وقت یک چند کار کردن نمیتوانند، اما ملائکه ها در یک وقت یک چند کار را انجام داده میتوانند. یعنی حضرت عزرائیل گفتنی ملائکه داریم. اجل کسی رسیده باشد برابر جان یک چند تاش را میتواند گیرد. ملائکه ها مثل انسان ها عاجز نیست. خدا به آنها موافق وظیفه‌شان قابلیت داده است. استاد خدا از شما راضی باشد، زور جواب دادید ماشاءالله. سوال دویمم رو پرسم استاد. ای پسرم نمیبینی مگر کار دارم؟ استاد من سوالم را میدهم شما کارتان رو کردن. پسرم تو گرنگ هستی. نمیشود بعداً میپرسی. استاد به خدا که کوتاه است، در حال میپرسم. نمیشود میگم هجری. من میبرایم تو سوالات رو بعداً میپرسی. مایلش استاد بعداً میپرسم. کمتری دیگر سرم رو گرم کند. شب کاتاکلاس. یک لحظه بینی خوب به مسکه در اومدن من از چند من پلیسم. اینجا جنایتکار در اومده. اجازت نامه کفت داره؟ چی خیلی اجازت نامه؟ میگویم جنایتکار در اومده. بخشیش ولی در آورده نمیتونم شما رو. پلیس چی میزنم؟ مایلش برادر مایلش. نقاب داری یکون چیز داری بیار زودتر باش. یک لحظه نمون داشتیم. این کمی کلان است ولی میشود.
کجا هستی به شرف؟ سلام چی خیل هستی؟ خوبم، تو چی؟ خوبم. از این دلگیر شدم. نقاب های ما رو عوض نمی کنی؟ نه می شود. من هم از این دلگیر شدم راستی. شوام یک سویس یک سو شوام. به شرف کنی اینجا بیا، به شرف اینجا بیا. براری را برار. تو کی هستی ها؟ من هستم. تو کیستی؟ این نقاب راست که گرفتی؟ از آدمی که با اون نقابم رو دادم. نقابت چی بود؟ آدم ترسانک. آدم ترسانک؟ خس خس خس. یک سو ایستا. چی در بین راه نشسته؟ یک سو ایستا. در کجا هستین به شرف؟ در کجاست؟ شد شما برخصید. بخشش میپرسم. اوی به شرف راه کشاید. کجا یک طرف ایزده.